با آقا مصطفی حسینی بفرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزارم. بریم به سراغ دیدار نیمه نهایی رحمان عموزاد که امروز 2 کشتی گرفت، 2 پیروزی رو به دست آورد و حالا در آستانه رسیدن به دیدار فینال نیمه نهایی وزن 65 کیلوگرم. رحمان عموزاد در مقابل رحیمزاده کشتیگیر جمهوری آذربایجان که دیدیم در کشتی قبلی خودش به چه صورتی پیروز شد. رحمان با دوبندی قرمز کشتی میگیره و رحیمزاده با دوبندی آبی که باید اون استراحتش رو میکرد رحیمزاده که بیاد به روی تشک حداقل 15 دقیقه و حالا در مقابل رحمان عموزاد قرار گرفته. رحمانی که در دور قبل امیدجان جلالوف ازبک دارنده مدال برنز جهان رو هم شکست داد و حالا با پیروزی احتمالی در مقابل این حریف میتونه بیاد برسه به دیدار فینال تا امشب برای مدال طلا مبارزه کنه. کار رو 2 کشتیگیر رو در روی هم دنبال میکنند و مشاهده میکنید که رحمان بمانند همیشه با گارد مخصوص خودش و در واقع هجوم‌های پیاپی سعی داره که رحیمزاده رو یه جورایی با چالش مواجه کنه. مشاهده میکنید کارو به چه صورت دنبال میکنن 2 کشتیگیر. تقاضای اخطار 30 ثانیه میشه برای رحیمزاده. تقاضای اخطار 30 ثانیه میشه. به هر حال از این زاویه با توجه به اینکه تشک ای رو نداریم، آقای نجاتپور این دیدار حساس رو به هر حال با موبایل خودشون به تصویر میکشن و ما به این صورت این کشتی حساس رو گزارش میکنیم. رو در روی هم اخطار 30 ثانیه دادن به رحیمزاده. ببین اخطار 30 ثانیه دادن به رحیمزاده. باز هم رحمان ما مهاجمه. کشتی هجومی در دستور کارشه. از همون رده های نونهالان و نوجوانان که با این جوان شایسته ما آشنا شدیم و کشتی ما آشنا شد، رحمان رو همیشه در همین قالب دیدیم. مهاجم به صورت هجومی همیشه کشتی‌های خودش رو انجام داده و باعث شده که به هر حال خیلی علاقمندان به کشتی طرفدار کشتی رحمان بشن. میشینه برای زیر حساب کار 2-0. 2 امتیاز رو گرفته. اخطار 30 ثانیه‌اش هم به پایان رسیده که امتیاز دادن به رحمان. حساب کار میشه 2-0. در وقت اول رحیمزاده، علی رحیمزاده کشتیگیر جمهوری آذربایجان کشتی قبل رو خیلی راحت برد. منتها این کشتی دیگه با یه قهرمان جهانه، با یه قهرمان نامداره، رحمان عموزاد که اومده فقط و فقط برای کسب مدال طلا. اومده برای کسب مدال طلا در 65 کیلوگرم. قهرمان جهان شده، نه قهرمان المپیک هست. امسال در کرواسی یه مدال طلای جهانی دیگر رو به افتخارات زیاد خودش اضافه کرده. نوع گارد او، نوع کشتی گرفتن او کار رو سخت کرده برای علی رحیمزاده. باز هم سعی داره که زیرگیری کنه رحمان عموزاد. با یه آمادگی خوب در این رقابت‌ها شرکت کرده و انشالله بتونه امشب مدال طلا رو به دست بیاره. مشاهده میکنید که گارد رو آورده پایین به دنبال فرصتی است که به پا برسه، بتونه باز هم امتیاز بگیره از علی رحیمزاده. مشاهده میکنید کار به چه صورت 2 کشتیگیر دنبال میکنند. علی رحیمزاده کاملا عقب میره. میدونن این کشتیگیران با چه قهرمان قابل و بزرگی دارن مبارزه میکنند و برای همین مشاهده میکنید که علی رحیمزاده در این لحظات خیلی محتاط رو به عقب وقت اول به پایان میرسه. آقای پژمان درستکار، آقای مهدی تقوی صحبت میکنند با رحمان عموزاد. با این حال باید مواظب باشه در وقت دوم خدای نکرده به یک بار غافلگیر نشه. به هر حال کشتیگیران قرقیز، جمهوری آذربایجان، ازبکستان قهرمانانی هستند که کشتی رو میشناسند، واقعا با فن و بند کشتی آشنا هستند. حساب کارم 3-0 در وقت اول و میبینیم که رحمان با یه استراحت کوتاه، یه تمرکز ذهنی بیاد در وقت دوم این کشتی رو به سود خودش تموم کنه. انشالله این کشتی رو به سود خودش تموم کنه و بیاد به فینال. امشب یه فینال دیدنی رو برگزار کنه و یه مدال طلای ارزشمند برای کشتی ما و کاروان ورزشی ما به دست بیاد. مشاهده میکنید حالا رحیمزاده در وقت دوم باید بیاد برای جبران اگه رحمان اجازه کار رو بده.
مشاهده میکنید با دستان پرتوان خودش اصلا اجازه نمیده، یه جورایی میدان رو از حریف میگیره رحمان عموزاد. میدونه رحیمزاده میاد برای هجوم، منتها خودش زودتر هجوم میبره، حمله میکنه تا میدان رو از دست حریف خارج کنه. سرگردن در اختیار او هست، با دستان پردوان یه لحظه حریف رو کوبید به تشک با یه قوس و نهایتا دور میزنه خاک و 2 امتیاز دیگر رو به دست میاره. حالا حساب کارو میکنه 5-0. کمتر دیدیم رحمان کشتیایی که میبره با امتیازات خفیف باشه، مگه اینکه حریف خیلی قدر باشه. معمولاً 5 امتیاز، 7 امتیاز، 10 امتیاز تا میتونه امتیاز میگیره از حریفان. با برتری، با قاطعیت حریفان رو شکست میده. حالا دیدیم خاک کرد، 1-2 امتیاز دیگه گرفت از علی رحیمزاده. اجازه هیچ کاری رو نداده به کشتیگیر جمهوری آذربایجان. 7-5-0 و همچنان مهاجم، همچنان شاداب و با نشاط رو تشک رقص پا میکنه، جست و خیز به این سمت به اون سمت، سرگردن رو در اختیار میگیره با گارد مخصوص به خودش. مشاهده میکنید که حالا سعی داره که باز هم به پا برسه، سرگردن رو در اختیار گرفته. علی رحیمزاده نقشه‌ای هم اگه داشته در مقابل رحمان عموزاد ما نقش برابه. سبک کشتی رحمان رو میدونند، منتها رحمان با کشتی‌های طوفانی تمام پیشبینی‌ها رو به هم میزنه، تمام نقشه‌ها رو نقش براب میکنه. تازه در این کشتی اون طوفانی هم نبوده رحمان و این نشون میده قهرمانان ما رفته رفته مدال‌هایی هم که میگیرند سعی میکنن همچنان انگیزه‌های خودشون رو حفظ کنند و این خیلی مهمه برای قهرمان که بی انگیزه نشه بعد از مدال المپیک، مدال قهرمانی جهان. و این تلاش کادر فنی و درایت کادر فنی هست، قهرمانان رو در حالت انگیزه بالا برای کسب مدال‌های مختلف قرار بدن. محمد طاهری ساروی رو دیدیم، سعید اسماعیلی رو دیدیم، انگار نه انگار قهرمان المپیک شدن، اومدن اینجا با انگیزه بالا مدال طلا گرفتن. پای حریف رو از تشک خارج کرد، 1 امتیاز دیگه، 6-0. دیگه لحظات پایانی هست. علی رحیمزاده هم به مانند کشتیگیر قبلی امیدجان جلالوف به شکست راضیه که حالا 6 امتیاز هم از دست داده و نوع کشتی اون نشانی از این نداره که بتونه گزندی رو به رحمان ما وارد کنه. میشینه برای زیر یه بار دیگه. 6-0. لحظات پایانی کشتی هست. ثانیه ها به سرعت برای رحیمزاده در حال سپری شدنه. رحمان آماده، قبراق. 6 دقیقه مبارزه خوب، 6 دقیقه مبارزه جانانه. 3 دقیقه دیگه هم میتونه مبارزه کنه به اعتقاد من. اینقدر رحمان آماده میاد به مسابقات. قهرمانی که واقعا همه رقابت‌ها رو جدی میگیره، پا پس نمیذاره. مشاهده میکنید که باز هم سعی داره که سرگردن رو در اختیار بگیره، به همین صورت رحیمزاده رو مهار کنه و به هر حال این ثانیه هم سپری بشه. حساب کار 7-0. سارن اختیار 30 ثانیه هم بهش داده بودن به علی رحیمزاده، نتونست استفاده کنه، 1 امتیاز جریمه میشه. حساب کار میشه 7-0 و دیگه باید ما رحمان رو در دیدار فینال وزن 65 کیلوگرم ببینیم. هرچند که علی مومنی به فینال نرسید، امشب امیدوار هستیم که در کشتی آزاد اولین مدال طلا رو به دست بیاریم. وقتی کشتی هم به پایان میرسه، برتری قاطع است، برتری قاطع. کشتی جانانه رحمان عموزاد 7-0 موفق بشه علی رحیمزاده رو شکست بده، به فینال برسه و امشب انشاءالله مدال طلای وزن 65 کیلوگرم رو برای مردم شریف ایران به دست بیاره.